به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام، مهندس سلیمی هستم از خانه برنامه نویسان. خب ما تو درس قبلی با اسکیپ کدها آشنا شدیم. تمرینی که الان باید بنویسیم به این شکله که دو تا عبارت رشته‌ای رو باید توی 2 سطر با استفاده از اسکیپ کدها بنویسیم. قبلش یادآوری میکنم تفاوت در واقع console.write لاین رو با console.write. زمانی که شما از console.write استفاده میکنید کرسر تو همون سطر باقی میمونه. یعنی اگر من 2 تا دستور console.write استفاده کنم و 2 عبارت رشته‌ای رو توسط این 2 تا دستور بخوام چاپ بکنم، اینا توی یه سطر چاپ میشن. ابتدا اینو با هم مرور کنیم. console.write به طور مثال hello world. و توی سطر بعدی دستور بعدی رو می نویسم console.write به طور مثال programmershouse.ir که آدرس سایت خانه برنامه نویسان هستش. عرضم به حضورتون اگر ما این برنامه رو الان اجرا بکنیم، این 2 تا عبارت رشته‌ای پشت سر هم چاپ میشن. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم دستور write کرسر رو به سطر بعد منتقل نمیکنه. وقتی این دستور اجرا میشه hello world چاپ میشه، کرسر در انتهای hello world خواهد موند و دستور بعدی که اجرا بشه این 2 تا پشت سر هم توی یه سطر میان. برنامه رو با هم دیگه اجرا میکنیم برای اینکه ببینیم به چه شکل در واقع توی خروجی عمل شده. خب منتظر میمونیم تا برنامه اجرا بشه. خب همونطوری که ملاحظه میکنید اینو بیارمش وسط، hello world که چاپ شده بعدش programmershouse.ir همه توی یه سطر پشت سر هم اومدن. این به دلیل اینه که از دستور console.write استفاده کردیم. خب حالا ما توی درس پیشین اومدیم با یه تعداد از اسکیپ کدها آشنا شدیم، از جمله اسکیپ کدی به نام \n. یعنی اگر من توی این سطر \n استفاده بکنم و اونجا هم توضیح دادیم که اسکیپ کدها باید حتما داخل دابل کوتیشن استفاده بشن. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عبارت اول که هلو ورد چاپ میشه، وقتی دستور یا اسکیپ کد \n رو میبینه C# کرسر رو اتوماتیک به سطر بعدی منتقل میکنه. بنابراین عبارت programmershouse.ir توی سطر بعدی چاپ خواهد شد. یه بار اجرا میکنیم. کنترل F5 خروجی رو hello world توی این سطر. به خاطر \n که استفاده کردیم در واقع کرسر به سطر بعدی منتقل شد و دستور بعدیمون که console.write programmershouse.ir رو توی سطر بعدیش چاپ کرد. حالا برای اینکه این عبارت که همیشه در واقع توی خروجی ما دیده میشه press any key to continue رو هم به سطر بعدی منتقل بکنیم، میتونیم بیایم در انتهای programmershouse.ir یه \n هم اینجا استفاده بکنیم که خروجی رو باز با هم ببینیم. به این شکل میشه، یعنی hello world و توی سطر بعدی programmershouse.ir. پس این در واقع کاربرد \n بود. بسیار عالی. این هم تمرین ساده‌ای بود که با هم دیگه به اتمامش رسوندیم. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدارتون.